سلام. به روز سوم از تمرین مدیتیشن برای خشم خوش اومدید. در جلسه قبل در مورد این ایده صحبت کردیم که از نفس هامون میخوایم به عنوان وسیله‌ای برای سنجش این که در لحظه چه احساسی داریم استفاده کنیم. این کار رو با متمرکز کردن توجهمون روی نفس ها و دنبال کردن جریان اون چه در طول تمرین و چه در طی روز انجام میدیم. تنفس ما نشونگر خیلی خوبیه برای اینکه بفهمیم در بدن و ذهنمون چی داره میگذره. وقتی که خیلی عصبی هستیم یا خشممون بالا رفته، در بدن معمولاً این احساس رو داریم که الان منفجر میشم. انگار یه حجم زیاد از انرژی مثل هوای داغ وجود داره که نمیدونیم باید باهاش چی کار کنیم. خیلی مهمه که راهی برای آزاد کردن بخشی از این انرژی شدید پیدا کنیم و اون راه معمولاً بیرون دادن هوای نفس هامون از طریق بازدمه. اگر بخوایم این کار رو با زور انجام بدیم خیلی کمک کننده نیست. بهتره فقط توجهمون رو روی نفس‌ها معطوف کنیم و اجازه بدیم بدن با ریتم طبیعی خودش هوا رو بده بیرون. هیچ فشار مضاعفی لازم نیست. فقط تماشا کنید و بذارید هوا خودش خارج بشه. حالا توی یه وضعیت راحت قرار بگیرید، جایی که چیزی مزاحمتون نباشه. چشم ها باز هستن. یه تمرکز نرم و آروم رو داریم و هر وقت که آماده بودید با چند تا نفس خوب و عمیق شروع کنید. هوا رو از بینی بدید داخل و از دهان بفرستید بیرون. با بازدم بعدی میتونید چشماتون رو ببندید. اجازه بدید نفسها به ریتم طبیعی خودشون برگردن. همینطور که بدنتون در یک وضعیت راحت قرار گرفته، به حالتی که نشستید، به وزن بدن و به صداهایی که دور و برتون وجود داره دقت کنید. همینطور که توجه رو به بدن برمیگردونید، یه لحظه مکث کنید و ببینید چه احساسی توی بدنتون دارید.
نیازی نیست که اون احساس رو تغییر بدید. فقط بهش توجه کنید. و بعد خیلی آروم از سر تا انگشت پا رو اسکن کنید. حالا میتونید توجهتون رو ببرید به سمت نفس‌ها. ببینید کجای بدن حرکت نفس‌هاتون رو احساس میکنید. اجازه بدید نفس‌ها با ریتم طبیعی خودشون جلو برن. فقط کنجکاو باشید و به هر نفس همونطور که هست دقت کنید. همینطور که نفس‌هاتون رو دنبال می‌کنید، می‌خوایم توجهمون رو کامل روی بازدممون معطوف کنیم. مثل همیشه اجازه میدیم فکرها بیان و برن. این فکرهای گذرا واقعا اونقدر مهم نیستن. فقط هر وقت که متوجه شدید حواستون پرت شده، خیلی آروم دوباره توجهتون رو به بازدم ها برگردونید. هر بازدم رو از جایی که شروع میشه
تا نقطه‌ای که به پایان میرسه با تمرکز کامل دنبال میکنیم. با وجود اینکه بازدم‌ها تمام توجه ما رو دارن، اما همچنان نرم و سبکن. پس اگر متوجه شدید که برای بیرون دادن هوا دچار تنش یا فشار هستید،
یک لحظه تمرکز رو رها کنید، سبک بشید و بعد دوباره خیلی آروم توجه رو به ریتم طبیعی نفس‌ها برگردونید. تمام بازدم‌ها رو دونه بدونه تماشا کنید. حالا میتونید تمرکز روی نفس رو رها کنید و اجازه بدید ذهن هر کار که دلش میخواد انجام بده.
و دوباره توجه رو به بدن برگردونید. به حس وزن بدن. به نقطه تماستون با زمین یا جایی که نشستید. به محیط دور و برتون توجه کنید. به صداهای مختلفی که میشنوید. به بوها. و هر وقت که راحت بودید میتونید چشماتون رو باز کنید. یه لحظه همینجا مکث کنید و از این احساس پایان تمرین لذت ببرید. امروز در طول روز قرار نیست اگر خشم رو احساس کردیم سرکوبش کنیم. قرار وجودش رو تصدیق کنیم. اما بارش رو روی دوش بقیه نندازیم. بقیه رو به خاطرش سرزنش نکنیم. به جاش اون لحظه‌ای که عصبانی هستیم توجه رو میبریم سمت بازدممون. بدون اینکه بخوایم با فشار هوا رو خارج کنیم، فقط تنفس طبیعی بدن رو تماشا میکنیم. میدونم که کمی صبوری میطلبه، اما خوبه اگه در اون لحظات عصبانیت بتونید 3، 4 یا حتی 5 بار بذارید هوا خارج بشه و فقط ریتم طبیعی بازدم رو دنبال کنید. گاهی وقتها بدن در همون لحظه نمیخواد نفس رو آزاد کنه. اما فشاری لازم نیست. فقط خارج شدن هوا رو تماشا کنید. این تکنیک به تدریج میتونه رویکرد متفاوتی نسبت به هیجان خشم در شما ایجاد کنه. فردا همینجا برای روز 4 میبینمتون.